سپس مسئله دیوانه، روزه دیوانه و کسی که از هوش رفته است. آیا شخص دیوانه و مجنون بر روزه مکلف است یا نه؟ بر شخص دیوانه و مجنون اصلا روزه فرض نیست، مکلف نیست بر او، چون حد تکلیف از شخص دیوانه برداشته شده است. چون یک در حدیث آمده است رفع القلم عن الثلاث، گفتن قلم از یک از برداشته شده است، عن المجنون حتی یفیق، گفتن از مجنون شخص دیوانه حتی که به هوش بیاید. قلم تکلیف از 3 نفر گفتن برداشته شده است. یکی در حالت خواب باشد، حتی بیدار شود، و کودک نابالغ حتی به بلاغت برسد. سوم چرا گفتن دیوانه که حتی به هوش بیاید، گفتن به خود بیاید. برای 3 نفر واجب نیست. اگر کسی بعضی از احیان دیوانه شود، قسمتی از عقلش را از دست بدهد، آیا بر اون روزه واجب است یا که نه؟ اگر یک شخص کامل یا بیشتر روز رو دیوانه گردد، یک روز رو کاملا دیوانه شود یا که بیهوش شود، یا که بیشتر روز رو دیوانه بگردد، مثلا دیوانه بگردد، از او تکلیف برداشته می شود. یعنی بر او آن هنگام روزه واجب نمیگردد. بنابراین قضا هم برای او لازم نمیگردد. شخص اصلا سالم است، که یک روز دیوانه می شود یا که بیشتر از روز دیوانه می شود. برای او نه روزه است نه کفاره است. فقد خاطره، ذهن انسان از بین، خاطره انسان از بین رفتن عقل انسان، آیا بر روزه تاثیر میبخشد؟ آیا بر شخص روزه‌دار روزه واجب میگردد؟ بر شخصی که میخواد روزه بدارد؟ بر کسی که عقلش را از دست داده است، ذاکره‌اش را از دست داده است، عبادت ها به مانند روزه بر او دیگر لازم نمیگردد، فرض نمیگردد. یا کسی که بر عقلش آسیبی رسیده است، هوش دارد، درک دارد، ولی که از عقل بی عقل است. عقل دارد، عقلش در جایش نیست، برای این مکلف نیست روزه. و سوال نوبتی، مردی که 1 ماه هیچ چیز رو احساس نکرد، 1 ماه هیچ چیز رو حس نکرد و رمضان رو همین ماه رمضان بود و رمضان روزه نگرفت، آیا بر او چی لازم است؟ اگر مردی که هیچ چیز رو احساس نکرد، حسیات احساس از بین برداشته شده است، رفته است، و یا مثل همان شخص دیوانه حساب می شود، برای وی هیچ چیز واجب نمیگردد، زیرا وی عقلش رو از دست داده است. اگر بمیره در این حالت هم برای وی چیزی نیست. پس آیا حالت بیهوشی مثل دیوانگی هست یا که نه؟ دیوانگی را که ما بیان کردیم که حکمش برای وی تکلیف نیست، اما بیهوشی این حکم را دارد؟ نه، بله، بیهوشی هم این حکم را دارد. اگر انسان یک روزی پورا در بیهوشی بود، برایش چیزی واجب نیست. در این حال برای او روزه واجب نیست. برای همین برای وی قضا هم واجب نمیگردد اگر تمام روز رو بیهوش باشد. بارک الله فیکم.